کشورهای همسایه ایران، پاکستان، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان. افغانستان مثل دهات میمونه، دهات‌های قدیم، الان هیچی توش نیست که. ولی هر چی که باشه وطنه. به لحاظ کوهستانی آب و هوایی خیلی خوبی داره، من شنیدم طبیعت خیلی خوبی داره. من ترجیحاً افغانستان. با پاکستان که مشکل داره. هیچ کجا اینا نمیدونم. ولی بقیه‌اش به درد نمیخوره. افغانستان که ماشاءالله همشون اومدن تو ایران. چرا افغانستان آخه؟ شما اگه قرار باشه در یکی از این کشورها سفر کنین، کدام کشور انتخاب میکنین؟ ما امروز آمدیم به یکی از پارک‌ها و این بوستان‌های یکی از شهرهای ایران و یک کاغذی در دست ماست. این کاغذ نام یک چند کشور از کشورهای همسایه ایران نوشته است که از جمله وطن خود ما و شما افغانستان هم هست. پاکستان، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان. این رو به دوستای ایرانی ما و دوستایی که حالا در اینجا هستن شاید از کشورهای مختلف دیگه هم باشن با یا در میان میمونیم، نشان میتیمشان تا ببینیم نظرشان در مورد یک سفر تفریحی و یک سفر مسافرت به این کشورها کدام کشور انتخاب میکنن. اگر افغانستان انتخاب کردن هم دلایل خود میگن و اگر هم انتخاب نکردن هم دلایل خود میگن. با ما همراه باشید تا پایان این ویدیو تا ببینیم که نظر این دوستا در مورد سفر به افغانستان چی است. این برگه رو خدمتتون میدم، فقط بخونید ببینید چی نوشته. باش. بلند بخونید. کشورهای همسایه ایران، پاکستان، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان. اگه قرار باشه یه سفر تفریحی به یکی از این کشورها برین کدوم انتخاب میکنید؟ هیچ کدوم. چرا؟ آذربایجان بهتره ولی بقیه‌اش یادت نمیاد. چرا؟ آذربایجان میگن مثلا جای گردشگری بهتری داره، بهتره. ترک هم میفهمید چی داره میگم، ولی بقیه‌اش به درد نمیخوره. افغانستان که ماشاءالله همشون اومدن تو ایران، کلا اینا کلا مثلا آلمانی، انگلیسی این چیزا بود، من حتما آلمان رو انتخاب می‌کردم ولی اینا زیاد نظر خاصی به خدا ندارن. دمتون گرم. از شما درد نکنه. موکرتون شهروند. برگه رو بگیریم بخونیم ببینیم داخلش چی نوشته. این کشورهای همسایه ایران، پاکستان، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان. اگه قرار باشه یه سفر تفریحی برین به یکی از این کشورها کدوم انتخاب کنید؟ والله هیچ کدوم. چرا؟ چون همش به درد نخوره. چیه این ترکمنستان، افغانستان همش یکیه دیگه. حالا من یکشو مثلا آذربایجان. چرا؟ همینطوری علکی. چون اسمش خوشگل‌تره. خب چرا افغانستان انتخاب نکردی؟ افغانستان خوبی هرچی افغانی اونجاست. حالا دوست داری بری افغانستان؟ نه هیچ وقت؟ هیچ وقت. به سفر کوتاه بود. اصلا. چرا؟ خب بیارم با افغانی تا کنم. خب بری تفریح میری افغانستان رو میبینی. حالا جدا از مردمش و اینا، حالا نمیخوام اینو بگم که مردمش خوبن یا بدن، اینی که مثلا شما بری جاهای دیدنیش و تاریخیش و این جاهاشو ببینی از این نظر. من الان میدم همه چی، خیلی سخت نیست، آسون. این خدمت شما چیزی که داخلش نوشته رو اگه بلند بخونی اینو من میگم ببینید چی نوشته. کشورهای همسایه ایران، پاکستان، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان. شما اگه قرار باشه یه سفر تفریحی به یک از این کشورها برین کدوم انتخاب می‌کنید؟ آذربایجان. دلیلش اینه که چون من ترکم و به راحتی میتونم باشون صحبت کنم و به راحتی میتونم باشون تعامل برقرار کنم. آداب و رسوممون هم تقریبا
نزدیک به همه، چون ما تقریبا هم‌مرز با کشور آذربایجان هستیم، ترجیح میدم که آذربایجان برم. بعدش جدا آذربایجان. حالا شناختی از این کشورهای دیگه ندارم، ولی ترکمنستان هم فکر کنم بد نباشه. بعد از اون ارمنستان، بعدش پاکستان، بعدش افغانستان. چرا افغانستان آخر؟ خب شرایط زندگی اونا تقریبا فکر نکنم یه جوری باشه که الان بشه سفر تفریحی اونجا برقرار باشه، چون حالا زلزله و شرایط زندگی‌هاشون یه جوری نیست که آدم به خاطر سفر تفریحی بره. ترجیح میدم که آخرین کشوری باشه که میرم اونجا. ولی خب یک سری شباهت‌ها و نزدیکی‌هایی هم به ایران داره. مثلا یکیشون زبانشه. درسته؟ بله. زبان فارسی اگه در نظر بگیریم، افغانستان زبانش فارسی. این یه نکته، و نکته بعدی هم که شاید یه مقدار دید ما نسبت مثلا به افغانستان چی باشه، چون ما خب خیلی از چیزا رو مثلا تو رسانه‌ها دیدیم. یک برداشت مثلا کشور روستایی شاید ازش داشته باشیم، در حالی که شاید اینطوری نباشه. نظرتون کلا در مورد افغانستان الان چیه؟ افغانستان خب الان شرایطش یه جوری نیست به نظر من که آدم بخواد سفر تفریحی اونجا انجام بده، ولی خب مردمش و مکانش برای من همچنان محترمن. علت این که من گفتم آخرین کشوریه که من اونجا میرم برای مسافرت تفریحی به خاطر این زلزله و شرایط بدی که اونجا اتفاق افتاده است، وگرنه افغانستان خب درست میفرمایید مردمش و عادات و رسومش هم تقریبا به ایران، حالا درسته بعضی استانا فرق میکنه ولی بله قریبه به از لحاظ فرهنگی به ایرانه، ولی خب علت من به خاطر این زلزله و شرایطش بود و اینکه خب حکومت افغانستان فکر کنم الان یکم پذیرش نداشته باشه که مسافر برای تفریح بره اونجا، یکم اذیت میشه آدم. ممنون از شما. تشکر. خوبین؟ حال شما خوبه؟ ثواب دارین؟ نه. ندارین ثواب؟ خب من براتون میخونم، اشکال نداره. ما اینجا اسم 5 تا کشور رو داریم. نوشته کشورهای همسایه ایران: پاکستان، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان. اگه قرار باشه مثلا حالا تفریح دیگه بهتون میگم بیاین برین به یکی از این 5 تا کشور یه سفر تفریحی، کدوم کشور رو انتخاب میکنین؟ حالا سوریه خوبه، زیارتگاه عراق خوبه. نه، بین این 5 تایی که من خوندم براتون پاکستان، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان. پاکستان هم خوبه، ارمنستان هم خوبه. آره دیگه بعد ترکیه هم خوبه. خب الان اسم افغانستان هم اینجا بود. بله. شما افغانستان چرا انتخاب نکردین؟ افغانستان هم اونجایی که دیگه برای گشت گذار خوب نیه، اونجا همش جنگ و خطر داره و اینا. فقط به خاطر همین؟ اونجا باید برین دیگه، چیز امکانات برای خرج کردن اینا زیاد خوب نیه. البته جاهای دیدنی هم خیلی داره. افغانستان معدن داره، معدن چیز و طلا و سرب و نمیدونم همه چیز داره اونجا. آره. حالا فکر نکردین به سفر به افغانستان مثلا پیش بیاد برین افغانستان؟ من کربلا، سوریه، ترکیه رفتم، جبهه بودم سال 65 62. بله. دوست افغانستانی دارین اصلا؟ زیاد این چیزا. ما یه شرکت بار می‌بردم همش 100 تا افغانستانی. به نظرتون الان برداشتتون از این که مثلا افغانستان چجوری کشوریه، چجوریه از این چیزی که الان تو ذهنتون؟ افغانستان مثل دهات میمونه، دهات‌های قدیم. الان هیچی توش نیست که، همه بدبخت آوارن دیگه. آره. می اومدن اینجا یه شرکتی کار میکردن، من براشون کامین داشتم بار میبردم. بعد این بنده خدا می اومدن، ما 2 تا کامین داشتیم، ما از شهر چیزی میخریدم مثلا هیچی نداشت. اینا بنده خدا باور کن میگم برج 2 تومن هم کار میکردن. یه سرکارگر داشت برج برای 100 تا افغانه قاچاق کار میکردن تو عراق. بعد 100 تاشون هم این بنده خدا یه سرکارگرشون 7 تومن میگرفت، 3 تومنش میفرستاد برای چیز زن بچهش. دست شما درد نکنه، ببخشید. شما این کاغذ رو بگیریم بخونید.
بلند بخوانین چی نوشته؟ کشورهای همسایه ایران: پاکستان، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان. خب شما از کدام کشورت خودتون؟ من اهل هند هستم. هند هستی. خب کشور شما اینجا اسمش نیست چون مرز نداره با ایران، درسته؟ شما اگه قرار باشه در یکی از این کشورها سفر کنین کدام کشور انتخاب میکنین؟ پاکستان. چرا؟ چون اونجا یعنی که قبلا پاکستان و هند با هم بودن، برای تصادف و یعنی جنگجوی همسایه، یعنی که اون چی میگم، اتفاق بله جنگ و این چیزه برای جدا شدن. و آرزو من این است که ببینم اونجا نفتن اونجا چطورن و حکومت چطوره برای همین. خب بعد از پاکستان چی؟ حالا جدا از پاکستان افغانستان. خب چرا؟ بله. چون مثل ایران افغانستان هم است، چون زبان افغانستان و پاکستان هم فارسی هست و من فارسی رو خیلی علاقه دارم برای همین. و جای دیدنی توی افغانستان هم هست، مثلا و قبر ملا رومی، نه اون که تو ترکیه هست و اونجا نشورا هستن قبر اونجا. بله. خب دوست دارین افغانستان برین؟ بله. نرفتین تا حالا افغانستان؟ نه هیچ جا. اینجا که اسم نوشته هست من نرفتم تا حالا. دوست افغانستانی دارین؟ اینجا درس میخوانید دیگه، درسته؟ بله. در مدرسه امام درس میخونم. دوست افغانستانی؟ بله هستن. بله. چطور هستن دوست؟ الحمدلله خیلی خوب هستن، خیلی خوش مزاج هستن، خوشگل هستن. بله. تشکر. سلامت باشید. و اینو بخونید ببینید چی نوشته. میشه بخونم؟ آره. کشورهای همسایه ایران: پاکستان، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان. ما میخوایم ببینیم الان شما اگه یه وقت قرار باشه برین مسافرت هیچ کجا اینا نمیرم. چرا؟ نمیرم، برسن میشه به خودم برم پاکستان میگم که نه، یه سفر تفریحیه دیگه، میخوایم بریم برگردیم. تفریحی میخوام برم مشهد. میخوام برم مشهد، میخوام برم شاه عبدالعزیز، سیلون که من میخوام به کار به سیلون ندارم. اینا رو ولش کنم. اهل کجایین خودتون؟ اهل افغانستان هستم. دوست داری بری افغانستان؟ دوست دارم که خوب باشه، خیلی خوبه، وطن آدم هستن. یک مثال میزنه که میگه بلبل در شاخه درختی پر از گل میخونه، میگه اینجا خوبه. قورباغه در قاد آب گلالود گندیده میخونه، اینجا خوبه. ولی هر چی که باشه وطن دوستش داریم، اما وضعیت خیلی خراب و مجبوریم اینجا ماندیم دیگه. حالی که امنیت خوب شده دیگه. امنیت نیست. چند سال ایران زندگی میکنید؟ ایران ما الان تقریبا 42 سال 3 ساله که یک سال رئیس جمهوری شده بود ایران، ما هم بودیم تا حالا اینجا پیرمرد شدیم. اصلا نرفتین دیگه افغانستان؟ اصلا دیگه نرفتیم. هیچ. ما همینجا زن گرفتم، همینجا ماندم، کار کردم، پیرمرد شدم. آره اینجا. اگه وطن آرام شه دوست داری بریم؟ دوست دارم برم. آره. از کدام ولایتی؟ از ولایت مزار شریف. مزار شریف. آره. یاد وطن شد، چی گفتنی داری در مورد خود وطن؟ وطن خدا کنه که آرام آرامی شه، مردم آرام باشه، جنگ نباشه، کشت و کشتار نباشد دیگه. تا به کی اینقدر غریبی، بدبختی، بیچارگی، مملکت‌های مردم آواره، سر تا سر دنیا مردم افغانستان بیچاره و آواره شده، سر تا سر دنیا. دیگه نمی آرزو رو داریم که مردم راحت باشد، همه مردم راحت باشه، جنگ نباشه، یک کشت و کشتار نباشه، یک ظلم و ستم نباشه. یک بسر یکی دیگه ظلم و ستم میکنن. نمیدونم از گناههای ما هست که از این دنیای خونخواری تر در بین مردم هم میندازه و این شده خدا بدونه. آجا داشتین با هم چی داستانی چی رو تعریف میگردین؟ ما اومدیم. نه حرف ما فایده نداره. چرا؟ از پدرها میگفتم، واجقو از پدر خودش میگفت، من از پدر خودم گفتم. یک داستان از خدا رحمت کنه جفتشان رفتن، یاد از پدرها کردیم دو تای منجا نشستیم. خدا رحمتشون کنه. خدا رحمت کنه. سلامت بشین. سلامت بشین آجا. از شما درد نکنه.
کشورهای همسایه ایران: پاکستان، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان. اگه قرار باشه یه سفر حالا تفریحی چند روزه بخواید به یکی از این کشورها برین، کدوم انتخاب می‌کنید؟ آذربایجان و ترکمنستان. چرا؟ چون من خودم آذریم، دوست دارم اونجا رو بیشتر. بعد از این دوتا ارمنستان. حالا سفر به افغانستان رو فکر کردین؟ پاکستان. در مورد سفر به افغانستان چون جنگ و تقریبا چی بگم به لحاظ امکانات و اینا خورده چیزه تمایل ندارم، چون طالبان و اینا مثل خود به لحاظ امنیتی صلاح نیم. بازم نمیشه گفت به ایران نزدیکتر به لحاظ زبانی یه سری بله، چون که خیلی مهاجر توی ایران مهاجر زیاده، میشه گفتش که بله به لحاظ قرابت فرهنگی بله. دوست دارین برین اصلا از امکانش باشه؟ چیزی که من طبیعت شنیدم گفت خیلی اتفاق خوبه، به شرطی که امنیتش باشه، چون منطقه کوهستانی درسته کلا خشکیه، یعنی به دریا وصل نیست، ولی به لحاظ کوهستانی آب و هوای خیلی خوبی داره، من شنیدم طبیعت خیلی خوبی داره. ولی خب اگر بره آدم اونجا هتلی بخواد پیدا بکنه، جایی بخواد بره بگرده، یعنی امکاناتی باشه، راهنمایی باشه. آره. ممنون از شما. تشکر از شما. دارم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ یه دقیقه وقت دارین صحبت کنیم با هم؟ عزیزم. این کاغذ رو بخونید چی نوشته؟ کشورهای همسایه کشورهای همسایه ایران: پاکستان، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان. حالا از این 5 تا کشور اگه قرار باشه یه سفر حالا چند روزه چند ماهه بخوایم برین، کدوم انتخاب میکنین؟ والا اگر چی بگم، اون سفر نکردم. حالا به خاطر طبیعتش، نمیدونم به خاطر هر چیزی فرقی نمیکنه آقا، فرقی نمیکنه. کدومو دوست دارین برین؟ فرقی نمیکنه بس. چرا؟ فرقی نمیکنه، نرفتم ندیدم، نمیتونم قضاوت کنم. حالا در مورد مثلا یکیشون خب تلویزیون و رسانه و اینا که دیدین، والا زیاد با تلویزیون سرکار ندارم، چون من واقعیت باغبونم اینجا، تا صبح سرکارم، صبح که میرم یه بار خونم، دیگه خبر ندارم. دوست دارین برین افغانستان؟ نه عزیزم، ایران دوست دارم، من نمیخوام برم افغانستان. چرا؟ وطن ما دوست دارم. وطن که درسته، ولی خب حالا یه سفر مثلا چند روزه. کشورهای همسایه ایران: پاکستان، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان. شما الان قراره 1 ماه مثلا برین سفر تفریحی به یکی از این کشورها، کدوم انتخاب میکنین؟ من ترجیحاً افغانستان. چرا؟ کشورمه دیگه. متولد اینجا. شما اهل افغانستان؟ بله. حالا غیر از اینا چی؟ آذری زبونه رو هم دوست دارم. چند سال ایران دارین زندگی میکنین؟ من متولد 66م. کلا همینجا متولد ایران؟ متولد شدیم، بزرگ شدیم. افغانستان رفتین؟ یه سری رفت. کی؟ این سال 85. سال 85 زمان حامد کرزی. آره حامد کرزی. دوست دارین الان برین افغانستان؟ آره چرا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کشورهای همسایه ایران: پاکستان، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان. فارسی که بلدین دیگه، از خواندن تو نگفتم. حالا جوابتون هرچند ما خودمون فهمیدیم که چی رو میخواین انتخاب کنین، ولی خب اگه قرار باشه به یکی از این کشورها سفر کنین، کدام کشور انتخاب میکنین؟ کجا بریم؟ همسایه که هست اینجا. یک سفر تفریحی مثلا میخوایم بریم پاکستان بریم، ولی پاکستان که ما اهل هند هستیم، خب پاکستان کی اونجا اجازه نمیدادن، مثلا چیزی داریم نیستیم. افغانستان کی وضعیت اونجا خوب نیست که. خب من فکر کردم شما اهل پاکستانین، شما اهل هندوستانین. خب با پاکستان که مشکل دارین. افغانستان چیه نظرتون دارین؟
خوبه ولی اونجا حالات جو اونجا خوب نیست که رفتین افغانستان هیچ؟ نه دوست دارین برین؟ دوست داریم که اگر اونجا علوم آل محمد باشه تو حتما باید که بریم. اگر علوم آل محمد اونجا نباشه که نباید که بریم. برای تفریح نیست که هر جا که یعنی در قرآن است سیر فی الارض که سیر بکنید که تاکه یعنی تجربه یا علم را بیاموزید، نه که بیا الکی بیاندازی برید. شما اینجا ایران درس میخوانید؟ آره درس میخوانم. چند سال شده ایرانی؟ تقریبا 8 سال شده. دوست افغانستان هم دارین از اهل افغانستان؟ آره چرا اونا مردم هستن، یعنی حقوق الناس هستن، مردم هستن، یعنی انسان هستن، باید که انسان باشه هر جا باشه. نه بین همکلاسی‌ها و یا دوست افغانستانی داریم؟ آره افغانستان داریم، پاکستان هم داریم، یعنی افریقایی هم داریم، یعنی مختلف ممالک هستن که دوست داریم. تشکر. شما هم از هندوستانید؟ سلامت، موفق باشید. شما اگه قرار باشه به یکی از این کشورها سفر کنید کدوم انتخاب میکنید؟ سفر کنم با هیچ کشور سفر نمیکنم، اینجا همینجا. حالا سفر چند روزه؟ ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، آذربایجان. نسبتا پاکستان یا افغانستان، اون بقیه شناخت خیلی ندارم از آذربایجان و ارمنستان. چرا افغانستان؟ از نظر زبانی و از نظر فرهنگی با هم یکی هست. میشه هم زبانشون هم فرهنگشون با اینا یکی باشن. بهتره، یعنی نسبتا میشه گفت که با اونا همخونی بیشتر داریم. پاکستان هم همینطور نسبتا، یعنی پاکستان هم از نظر اسلامی بودنشون نسبت به، چون ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان شناخت ازش ندارم، این دو تا کشور رو از نظر مذهبی، دینی و اسلامی نسبت به ایران با هم دیگر نزدیک بود. شکر. خواهش می‌کنم. با وقت دارین یه لحظه صحبت کنیم در مورد یه سوال ازتون می‌خواستم بپرسم. نه سیاسی نیست، نه اصلا در مورد سیاست این چیزا نیست، در مورد مسافرت. شما بیاین حالا یه لحظه دوستای عزیز، برنامه ما رو دیدید. سوال ما رو از دوستای ایرانی و هموطنهای ما و کشورهای دیگه از هندوستان یا که بودن دیدین برنامه رو کامل. متاسفانه یک برداشت درستی از افغانستان نشده و بیشتر کسایی که ما همراهشون مصاحبه داشتیم و گفتگو داشتیم نظرشان این بود که افغانستان جنگ است، افغانستان امنیت نیست، افغانستان امکانات نیست و رفتن و افغانستان فعلا مثلا حتی برای سفر چند روزم خوب نیست، در حالی که شاید قسم نباشه و یک قسم هم نیست. الان از نظر امنیت خب الحمدلله بهتر است و امکاناتی هم که در افغانستان است با چیزی که مردم و بقیه کشورها و مردم کشورها فکر میکنن فرق میکنه. ما در افغانستان خب امکانات از نظر هتل، از نظر امکانات مثلا موتر و همه خدماتی که برای یک توریست باشه تقریبا امکانات فراهم است. حالا در ولایت‌های مختلف اگر نباشه در کابل، در مزار شریف، در هرات اینجاها هست دیگه، مطمئنا ما شما خود ما دیدیم دیگه. ولی خب یک برداشت درستی نیست، مخصوصا مردم عام کشورهای مختلف این برداشت ندارن از افغانستان و این وظیفه من و وظیفه تمام کسایی که در رسانه کار میکنن در فضای مجازی باید بیاین، مخصوصا دوستایی که در افغانستان هستن، همکارای رسانه‌ای ما که در افغانستان هستن، که تلاش بکنن که یک فضای درست و فضای سالم و امکانات افغانستان و منابع طبیعی افغانستان رو به مردم جهان معرفی کنن، مخصوصا به همه کسایی در فضاهای مجازی در یوتیوب جاهای دیگه هستن، بیاین از پیشرفت‌ها بگوین، از امکانات بگوین، از سهولت‌ها بگوین، بخش‌های مختلف شهرهای مختلف بیاین اینجا معرفی بکنن، برای مردم نشان بدن در ویدیوهای خود. همین کاری که ما در چینل خود در نما تیوی کار انجام دادیم، سیر و سفر یک برنامه داریم، حتما این برنامه رو ببینید که سازشان و راسخجان میرن به ولایت‌های مختلف و با بایسکل هم میرن، اتفاقا میرن و از نورستان، از بامیان، از پروان، از خیلی ولایت‌های
جاهای دیدنی افغانستان ویدیو دارن، برنامه‌های مختلف خوبی ساخت. حتما ویدیوهای ما رو دنبال کنید و با ما همراه باشید. موفق و سلامت باشید.